شام 26 میلیون ساعت 21 راننده ماشین تمغه اوپل استرا خلف سلامیدین ساکن 55 ساله نویه جیهون هنگام حرکت کردن از سمت نویه جیهون به سمت نویه بلخی در شارع دوشنبه بختر 5 پایان از عهده اداره ماشین نبرآمده پیادهگرد غایبوف زروبیدین ساکن 60 ساله دهه هلالی جماعت قمسنگی را پخش کرده است. در نتیجه پیادهگرد جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. مرد 35 ساله ساکن اسفره با گمان قلابی دستگیر شده است. وزارت کارهای داخله گفت که او ماه نوامبر سال 2020 با راه فریب به باوری مرد 34 ساله ساکن اسفره درآمده ماشین تمغه BMW 730 او را 85,000 سومونی نرخ کرده گرفته است، ولی تا حال پول ماشین را نداده است. نسبت به گمانبر شونده بر اساس قسم سیوم ماده 247 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کردند. تفتیشات ادامه دارد. به این مرد برای قلابی به مبلغ بزرگ جریمه کلان و یا حکم زندان تهدید میکند.